السلام علیکم دوستان عزیز. روز شما بخیر و شادی باشد. امیدوارم که همه شما خوب هستید، همیشه خوب مانید. رحمت برای دستگیری کانال ما، رحمت برای کامنتاری خوبتان. خداوند از سر که شما راضی باشد. در اینجا امروز من یک نمود پیرینکی آسانک آماده کردم. حتما شما هم آماده کنید برای عائله خودتان. در اینجا من 100 گرم شکر و بالایش 2 دام زردی تخم را انداخته نقص کک آمیخته میکنیم. و بالای این باشد اکنون 100 میلی لیتر جرغات یعنی کفیر انداختم. و بالای 100 میلی لیتر растительные масла. همش را نمیتر آمیخته کرده. و بالای این باشد اکنون آرد 500-600 گرم آرد و بالایش 10 گرم رازرخ ریتیل. نقص کک این را خمیر میکنیم. خمیر ما باید ملایم باشد، نه سختی بد باشد نه ملایمی بد، نرمانی باشد. اکنون این را نقص کک خمیر کرده من چه دوره که میبینید خمیر من آماده شد. من خمیر را گرفته اکنون این را نقص کک کرده تنک میکنیم. تنک نباشد. من چه دوره که میبینید من انم این طرف تنکیش انم این طرف باشد. من همین طور باشد. اکنون به قالبگاه به کدام خواهشی شما به کدام قالب باشد من به همین استکان انم این طور بریدم. وابسته به اهل عائله شما، اگر عائله شما بسیارتر باشد همین محصولات ما با دو چند کرده می اندازیم. یعنی 100 گرم شکر باشد 200 گرم 200 گرم کفیر 200 گرم راستی 100 گرم راستی 200 گرم راستیتینی مثلا انمیتر همش را نمیتر کرده میکنیم. وابسته به اهل عائله خودتان. اکنون من از جد ماندگیش را نمیتر تنو کرده نهایش را هم به قالبکا برید به قالب برید به استکانم بریده گرفتم. من اکنون تا آماده شد. اکنون برای بیزیش باشد 2 دانه زردی تخم ما سفیدیش من گرفته مانده بودم. سفیدیش را انداخته و بالایش تخمینه 120 گرم شکر را انداخته تا شکر را کم کم می اندازیم. من چه طوری که ببینید من کم کم انداخته لط زدم تا انشالله با این شدن لط میزنیم. من ویزه ما تیار شد. من پیرینکی مایم اکنون پیرینکا ما باید خنک شود. وقتی که خنک شد این را به یگان ظرف انداخته و بالایش همون بیزه کردگیمان را میریزیم. من با ظرفی لاهیده گرفته من و بالای این اکنون بیزه را میریزم.
باید همه جای سبز نمیداد بیزی همه جای پیرایشمان را سفید کند تا سفید شدنش. من این را به بالای ریشاتکن مینتر همش را گرفته یکدان گرفته ماندم و بالای ریشاتکن ماندم تا اینکه استکشم از بالاشم هوا گیرد. این را اکنون دخافگاه کشته مانده کمتر گرم بودگیشنده میمانیم تا اینکه خشک شود. تخمینا 2-3 ساعت در دخافگاه ایستاد. من اکنون پیرایشی ما دخترها تیار شد. من حتما تیار کنید. من چنانه که می‌بینید به دست نمی‌چسبد. حتما برای عائله خودتان تیار کنید. یگان سوال و درخواستتان باشد به تکی کامنتاری نویسید. حتما جواب خود میگردانم. خیر دوستان عزیز، در پناه الله مهربان باشید. خیر تا ویدیوهای آینده. خدا حافظ.